امروز اومدم تا با جذاب ترین ربات اسکرابر آشناتون کنم. سلام به همراهان عزیز ویکیکلین. هورا رضایی هستم. امیدوارم خوب و سلامت باشید. کوبات 45 یک اسکرابر خوشگل رباتیکه که برای تمیز کردن فضاهای بین 200 الی 1500 متر مربع مناسبه. ربات همکار قرار نیست جایگزین نیروی انسانی بشه، بلکه به عنوان همکار نظافتچی را در عملیات تمیزکاری همراهی میکنه. کوبات با انجام کارهای تکراری و خسته کننده مانند تمیز کردن سطوح بزرگ کف حجم کلی کار رو کاهش میده. به این ترتیب نظافتچی میتونه از آسیب‌های تکراری جلوگیری کرده و از توانایی خود در جای دیگری استفاده کنه. ویژگی‌های کلیدی این دستگاه فقط 3 دقیقه وقت لازم داره تا در هر زمانی از 24 ساعت شبانه روز شروع به کار کنه. با اپلیکیشن آیتیم کوباتیک میتونید نقشه ای از منطقه‌ای که قرار تمیز بشه رو تهیه کنید. دستگاه برای اولین بار در مسیر هر نقطه را در حافظه خود ذخیره میکنه. به این ترتیب هرگز گم نمیشه یا جایی را از دست نمیده. در یک چشم به هم زدن میتونید مخزن دستگاه رو پر و خالی کرده و با چند کلیک آسان برس ها را تعویض کنید. اگر شما مراقب دستگاهتون باشین، قطعا دستگاه هم مراقب شما خواهد بود. دستگاه برای همکاری با شما طراحی شده. در حالی که دستگاه مسافت طولانی رو برای نظافت کف طی میکنه، شما وقت دارین تا روی نقاطی تمرکز کنید که نیاز به توجه بیشتری داره. دستگاه و شما تیم بزرگی خواهید ساخت. به طور مثال برای نظافت یک فست فود 650 متر مربعی یک نظافتچی بیش از 4 ساعت زمان میبره تا اینجا رو تمیز کنه و با یک اسکرابر سرنشیندار 1 ساعت طول میکشه، اما این دستگاه با 4 لیتر آب فقط چند دقیقه وقت لازم داره که اینجا رو تمیز کنه. کوباتیک فقط 240 وات در ساعت برق مصرف میکنه، در حالی که اسکرابرهای بزرگ مصرف برقشون به 1000 وات در ساعت هم میرسه. اگر فضای شما دارای پنجره ها و درهای ساخته شده از شیشه است، مشکلی نیست. کوبات میتونه شیشه و پنجره شما رو تشخیص بده و در صورت نیاز اطراف موانع دید حرکت میکنه. همین امر در مورد راپله ها هم صدق میکنه. عمر رو میبینه و به موقع تغییر جهت میده. این دستگاه همچنین افراد رو میبینه و هنگام تمیز کردن به آرامی دور آنها میچرخه. اگر افراد ظرف چند دقیقه اون منطقه رو ترک کنن، کوبات به اون ناحیه برمیگرده تا مطمئن شه که اون منطقه تمیز شده. مشاهده جدول فنی این دستگاه به صفحات 12 و 13 نسخه آنلاین مجله 36 به آدرس wikikilin.ir مراجعه کنید. ممنون که با من همراه بودین. تا معرفی دستگاهی دیگر، خدا نگهدارتون.